علم همیشه یه راهی پیدا میکنه که ما رو شگفت زده کنه. توی این ویدیو قراره بری سراغ 10 تا واقعیت علمی که عجیبن اما کاملا واقعین. بزن بریم. یک، آب داغ ممکنه زودتر از آب سرد یخ بزنه. به این پدیده میگن اثر امپونبا و با اینکه خیلی عجیب به نظر میاد علم تاییدش کرده. جالبه نه؟ دو، نور خورشید 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه تا به زمین برسه. یعنی اگه یه روزی خورشید خاموشه ما تا 8 دقیقه نمیفهمیم. واقعا ترسناک. سه، در هر سلول بدن تو حدود 2 متر دی ان ای وجود داره و حالا فکر کن توی بدن تریلیون ها سلول هست. اگه همه شو باز کنیم میرسه تا خورشید و برمیگرده. 4، مرجان ها گیاه نیستن بلکه جانورن. بله، اون رنگای قشنگ توی دریاها همشون از میلیون‌ها پولیپ زنده تشکیل شدن. 5، بدن انسان بیشتر از 60% آبه و مغزت حدود 75% فقط آبه. یعنی توی بطری هوشمند متحرکی. 6، فضا جاییه که هیچ صدایی توش نیست. چرا؟ چون خلا وجود داره و صدا نمیتونه بدون هوا حرکت کنه. پس در فضا هیچ کس نمیتونه صداتو بشنوه. 7، مغز تو برق تولید میکنه در حدی که میتونه یه لامپ گوشیش رو روشن کنه. آفرین به این کامپیوتر طبیعی. 8، در یه قاشق خاک بیشتر از 1 میلیارد باکتری هست. واقعا که زمین زیر پامون زنده است. نه، زرافه ها خیلی ساکتن اما در فرکانس پایین با هم ارتباط دارن، اونقدر پایین که گوش ما اصلا نمیشنوه. 10، قلب تو روزی حدود 100,000 بار میتپه. گو کل عمرت بیشتر از 3 میلیارد بار. این یعنی موتور بدنت بیوقفه کار میکنه. خب کدوم یکی از این واقعیت ها برات جالب تر بود؟ حتما تو کامنت ها برام بنویس. اگه از این سبک ویدیو خوشت اومده لایک و سابسکرایب فراموش نشه، چون قسمت بعدی غیره خیلی خفن تره.